با سر همبندی، حق بازی، یه چند وقتی انسان میتواند یک کاری رو پیش ببرد، ولی این کار دائمی نمیتواند باشد. چنته هر کسی که تو خالی باشد بالاخره معلوم شد. درود بر خانم شیرالی گرامی، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. سومین بار افتخار میدین به پادکست من تشریف میارین و همیشه لذت میبرم از صحبت کردن باهاتون و چقدر صحبت‌های پرمحتوایی انجام میدین. یکی از بهترین قسمت‌هایی هست که همیشه با شما هست. یه درودی عرض کنیم و شروع کنیم صحبت کردن. لطف دارین شما. اوکی. خب من میخوام درودی عرض کنیم و بعدش هم شروع کنیم به صحبت کردن. یه تحلیلی با آخرین دیتایی که داریم. برجت کسی آینده رو نمیتونه پیش بینی کنه بگه چگونه میشه، ولی برجت تحلیل متفاوته، تحلیل از جای مختلفی هم میاد. هر کسی بر اساس دنیایی که در زندگی کرده و دانشی که داره و برجت هر تحلیلی هم خطایی داره. ولی خب حالا یه برگردیم به گذشته. این اطلاعاتی که داریم، اتفاقاتی از زمان حال حرف بزنیم، چون آره امروز اکانت توییتر من یه توییت زده بودم دیشب، مثل که دیشب این توییت زدم یا پریشب، نوشته بودم اسرائیل جان بزنشون. بعد خیلی همه باش موافق بودن، ولی ارزشی ها منو ریپورت کردن. بعد امروز دیدم که توییتر بهم میگه یا این توییت تو پاک میکنی یا اکانت تو چیز میکنیم، حذف میکنیم. درسته. من با وجودی که نزدیک 4-5 هزار نفر با حرفم موافق بودم، مجبور شدم توییتر رو پاک کنم. بعد ورشتم اکانتمو بستم که دیگه نگه بقیه توییتاتو پاک کن، بلکه بقیه توییتای منم همین بود دیگه، هیچ فرقی نداره که. میخوام بهتون بگم که چقدر لشکر سایبری جمهوری اسلامی فعال شده. اصلا یه چیز عجیب. اینا از کجا پول میارن، چجوری سازماندهی میشن، این خیلی خودش مهمه. و بعد من توییتر برام خیلی مهمه به دلیل اینکه رابطه من با توییتر و کاربران توییتر مثل رابطه من با بچه‌ها سر کلاس میمونه. هر کی که بی‌تربیتی میکنه بلافاصله میندازمش بیرون، بلاکش میکنم، و کسانی که میبینم سوال میکنن حتی وقتی مخالفم هستن و واقعا میخوان بدونن و جواب میدم. ولی به محضی که ببینم کسی داره موش میدوونه، اونم فوری بلاک میشه. یعنی تا زمانی که یه سری خطوط احترام‌آمیز رو حفظ میکنن همه جواب میگیرن بی نهایت. چون من خیلی وقت میذارم روی توییتر، باور کنید چیزی حدود 12 ساعت در روز اگر بیشتر نباشه روی توییتر، و این متد کار من به عنوان جامعه شناس توییتره. یعنی من که به ایران دسترسی ندارم که. درسته. ولی توییتر شده مثل فضای عمومی. یونانیای قدیم بهش میگفتن اگورا جایی بوده که همه مثلا بزرگان شهر دور هم جمع میشدن و با هم مثلا تبادل نظر میکردن. حالا ما اگورای ما شده توییتر دیگه، بزرگان توییتر دور هم جمع میشن و بله. نظر دادم و من البته خیلی هم ازشون یاد میگیرم و هم سعی میکنم اگه چیزی بلدم یادشون بدم. خیلی عالی. ولی حالا توییتر تو اون جمعیتی که ایران داره، من فکر میکنم از لحاظ جامعه شناسی دیگه که اون سامپلینگ سایزتون رو میخوایم بیشتر بکنین، توییتر یه قسمت خیلی محدودی هست. من فکر میکنم اینستاگرام بیشتر نشون بده اون جامعه ایرانی رو. درسته، توی اینستام هستم، ولی توی جامعه شناسی اصلی داریم به نام مینوریته اژیسانت. یعنی اقلیت فعال. اقلیت فعال خیلی مهمن. ولی کسی که می‌بینید اینا که جامعه رو بلد نیستن، جامعه شناسی بلد نیستن، فکر میکنن که باید جامعه رو با عدد و رقم شناخت. مثلا به شما بگن انقدر درصد مردم اینو میگن، انقدر درصد مردم اینو، ولی اصلا این درصدا واقعا اهمیت نداره. ولی شما بلد باشی که بدونی نبض جامعه رو بگیری، احتیاجی به عدد و درصد نداری. توییتر درسته، حق با شماست، من متوجه شدم همه روی توییتر نیستن، ولی یک اقلیت فعال روی توییتر هست. خیلی فعال. این اقلیت فعال ممکنه از نظر عدد اکثریت نباشند، ولی انواع و اقسام تاندانس های تفکراتی رو که تو جامعه هست انعکاس میدن. درسته.
و البته من نمیتونم بگم کی اکثریت رو داره کی اقلیت رو داره، اینا رو نمیشه فهمید. وقتی که همین آدما میان تو خیابون فریاد میزنن یه چی و اون وقت آدم میفهمه اون چی که روی توییتر دیده درست بوده. میدونید درسته. مثلا من روی توییتر میدیدم که پادشاهی خواها خیلی چیزن، فعالن، خب ولی به خودم اجازه نمیدادم زیاد مثلا در مورد این مسئله نظر قطعی بدم، چون توییتره، آدم به قول شما میگه اونایی که بیرون نشد جور دیگری باشه. ولی وقتی دیدم که توی تظاهرات ماهده اینها همه اومدن و جاوید شاه گفتن، خب اون وقتی که شما میفهمی که این تفکری، این تاندانسی رو که شما روی توییتر دیدی با یک واقعیتی صدق میکنه. اینطور نیستش که فقط های و هوی باشه، امکان نداره. آینه جامعه است. بله. ولی اینو بگم تموم کنم چون خیلی دیگه طولانی شد. ببینید آینه جامعه است یعنی چی؟ یعنی به نوعی جامعه رو انعکاس میده، ولی شما خودت بهتر از من میدونید آینه که همیشه عیناً انعکاس نمیده، گاهی بزرگ میکنه، گاهی کوچیک میکنه، گاهی لاغر میکنه، گاهی چاق میکنه. اینه که این آینه ای که ما، یعنی من به عنوان جامعه شناس تو دستمه برای دیدن ایران، اینه که نمیدونم این داره لاغر میکنه یا چاق میکنه، داره کج میکنه یا راست میکنه. وقتی که یک سری اتفاقات رو روی خود زمین، روی جامعه، روی میدان به قول اینا پیدا میکنی، اون وقتی که میتونی بفهمی رابطه این تصویر با واقعیت چیه. درسته. حالا من فقط یه جمله بگم تمامش کنیم سر بحث اصلیمون اینا، ولی به هر جهت این که فرمودین درسته که 100% و این چیزی هست که میان از همین اصل استفاده میکنن و برای مهندسی افکار عمومی. یعنی اون موقع است که لایک های فیک میاد وسط، یک نفر یهو مثلا در عرض یک شب بالا میره به عنوان یک تحلیلگر فلان خفن درجه 1، بعد یک ماه میبینی اصلا هیچ خبری ازش نیست. یعنی اینا هم سعی میکنن که نیروهای سایبری، نیروهای امنیتی سعی میکنن از این فضا استفاده کنن و ببرن. ولی توییتر چون که خودتون فرمودین اقلیت هایی هستن که خیلی فعالن و معمولا کسایی نیستن مثل اینستاگرام که یه دقیقه یک کلیپو ببینن رد بشن برن بگن خوب بد زشت مثلا زیبا. سعی میکنن، حالا غالبا کسایی هستن که یه چند از هم مکس بکنن، فکر بکنن، سخت‌تر این اتفاق میفته. برای من توییتر ترجیح میدم. حالا برگردیم رو اون اصطلاحی که به کار بردی شما، مهندسی افکار عمومی. توی مقطعی واقعا یه عده فکر میکردن که افکار عمومی قابل مهندسی شدنه. متوجهی؟ یعنی فکر میکردن اگر یه سری تصاویر رو فرض بگیر، مثال میگم، توی بین 2 تا بازی فوتبال تو اون مید تایمش اگر مثلا یه سری آگهی‌های تبلیغاتی رو بدی همه میخرن، میدونید؟ یا مثلا یه سری تصاویر رو اگر القا کنی میتونی مغز مردم رو مهندسی بکنی. بعد که علم نوروسیانس پیش رفت و در آن واحد یه سری آنکت ها، قشقش ها، تحقیقات روی میزان خرید مردم، روی میزان پخش تصاویر مثلا پوبلیسیته، آگهی با خرید مردم دیدن به طرز عجیبی اصلا هیچ رابطه‌ای وجود نداره. یعنی شما میتونید 50,000 تا نمیدونم مانیپولاسیون بکنید، مهندسی بکنید، اینجوری بکنید، اونجوری بکنید، اصلا مردم این خیالشون نیست، نمیخرن. ممکنم هست برای یک مثلا شیئی، یک مثلا پرودویی، چیزی شما اصلا هیچ کاری هم نکنی ولی یه دفعه مورد توجه مردم قرار میگیره. اصلا دیدن که این مغز انسان انقدر پیچیده است، انقدر که امروز تحقیقات جدید نشون داده که این تصور روی مانیپولاسیون یا مهندسی مغز خریداران مطلقاً به این سادگی نیست. حالا میخوام چی بگم؟ میخوام از اینجا برسم به توییتر. بفهم. حالا ممکنه مثلا آقای ایکس یا آقای ایگرگ بره فیک بخره و تا یه ماه هی فیک بریزه، هی فیک بریزه، هی فیک بریزه، ولی توییتر روی زمانه که دیده میشه. مثلا شما در نظر بگیرید وقتی که یک کاربری رو من امروز میشم باش حرف میزنم، اینو من سال 2015 باش آشنا شدم، سیر فکریش رو دیدم، از کجا اومده به کجا رسیده و اینطوریه که مثلا من تشخیص میدم که این عامل رژیمه. اومده به من نزدیک شده، کلی اومده با من چت کرده، صحبت کرده، فلان کرده، ولی یه جاهایی من متوجه شدم بعد از مثلا چند سال که این عامل رژیم و بلا فاصله بلاکش کردم.
و اینو چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که خیلی سخت مهندسی افکار عمومی. و آخرین مثالی که میدم و تموم میکنم اینه که شما مثلا یه توییت میزنی، میخوای یه توییت بزنی، مثلا من بارها برام پیش اومده بعد از واقعا 10 سال کار شبانه روزی روی توییتر، بارها برام پیش اومده، پیش خودم میگم نه این توییتر رو نزن، این مسخره است دیگه، این چی آخه، ولی میزنم. میبینم یک دفعه مثلا در عرض 1 ساعت 400 نفر اومدن رو نظر دادن، حرف زدن فلان. بعضی اوقات هم یه توییتایی میزنم پیش خودم میگم عجب مثلا این توییت خوبیه ها، باریکلا باریکلا. 5 نفرم بهش چیز ارادت نشون نمیدن. میدونید یعنی اصلا شما یا اینو تمام نویسنده ها هم میدونن، مثلا یک نویسنده نمیتونه بگه این کتابی رو که من دارم مینویسم قراره بستسلرز بشه. هیچ نویسنده ای امروز نتونسته پیشا پیش به این نتیجه برسه که کتابش بستسلرز میشه. گاهی میشه گاهی نمیشه. میخوام تموم بکنم این حرفو، فقط بگم انقدر مغز انسان ها پیچیده است که وارد این شماهای سری نمیتونیم بشیم. و خندم میگیره وقتی یکی میگه که آره مردم رو چیز کردن، باشون بازی کردن که دیماه بریزن بیرون که بعد آمریکا بیاد جنگ بکنه. میدونید اصلا یعنی همه چیز تئوری توطئه. این مردم نشستن یکی کوکشون بکنه بریزن بیرون، 50,000 نفرشون کشته بشه، اینا همه مانیپولاسیون بوده، اینا همه رو فرستادن. ببینید این چیزا اصلا علمی نیست. درسته. حالا اینا رو بیشتر صحبت میکنیم. خیلی بحث خیلی خوبی هستیم. به حجت من دوست دارم بحثایی که داره صحبت میشه و اینا اگه در فضای مجازی میبینم انسان‌های متفاوتی هم هستن که میدونم عامل رژیم هم نیستن، دل در گروه ایران هم دارن، ولی خب روایاتشون متفاوت از اتفاقاتی که میفته. من فکر میکنم اگه بتونیم صحبت کنیم و این به قول خارجی bridge the gap، اون فاصله رو کمترش بکنیم و بیشتر با صحبت کردن خیلی چیزا با تحلیل بهتر میشه. چون من میدونم خیلی از افرادی هم که روایت های متفاوتی از حوادث اخیر دارن کسایی هستن که واقعا ایران دوست دارن، عاشق ایرانن، ولی زوایای دیدشون. میگم اولش هم گفتم ما هممون از جای متفاوتی میایم، دنیاهای متفاوتی میایم. مثلا من در کانادا بودم، نمیدونم 20 سال، شما چند سال فرانسه هستین؟ 30 خورده یا 33 سال. آره دیگه هر کسی یه دیتاهای ورودی اینپوت و آوتپوتش خلاصه متفاوته. حالا برگردیم رو بحث اصلیم. یه تحلیلی از میخوام موضوع بحثمون آتش بس و مذاکرات با جمهوری اسلامیه. حالا فکر کنم چطوری برسیم به این نقطه. میخوایم یه مقدمه‌ای بگیم از اتفاقایی که افتاده، ولی میخوایم قضیه روی این یعنی بیشتر روی این قضیه تمرکز کنیم. بفرمایید. ببینید خیلی جالبه. من دیشب خوابم نمی برد، رفتم روی یوتیوب همینجوری نگاه می‌کردم این افرادی که خیلی مثلا خیلی احساس میکنن که تحلیلگرن رو به حرفاشون گوش میدادم. پیش خودم انقدر عصبانی شدم که خاموشش کردم. حالا نمیخوام اسمشون رو بیارم ولی اگه اسمشون بیارم واقعا آبروشون میره. بلکه یکیشون بود دیشب میگفتش که آره اینا اصلا از قبل توافق کردن، تموم شده، این که دارن برای ما میگن سینماست و اینا بعد مثلا آخر این توافق میان اون توافقی، آخر این مذاکرات میان اون توافقی رو که کردن میانن به ما نشون میدن، چون اینا همه چیز از قبل انجام شده. بله ترامپ مدت‌ها داشته با قالیباف مذاکره میکرد. بعد صبح که دیدم به هم خورده گفتم اگه این آدم دم دست من بود من واقعا سرشو میشکستم. برای اینکه ببینید احسان جان مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که مردم ایران نمیدونن که سیاست علمه. بله. سیاست این نیستش که شما اخبار گوش بدی نظر بدی، اخبار گوش بدی نظر بدی، اخبار گوش بدی نظر بدی. اگر اینطوری بود وضع و حال ما اینجا نبود. بدبختی ما اینه که ما همیشه فکر کردیم که یه سری چیزا رو هممون بلدیم. مثلا من با یه آقایی صحبت می‌کردم تو کلاب هاوس چند وقت پیش، خیلی وقتی که نمیرم ولی چند وقت پیش میگفتش که نه جامعه شناسی کافیه جامعه رو بشناسی، علم نیست که. خب گفتم همینجوری حرف میزنید که به این روز افتادیم دیگه. همین اگه اینطوری بود که نه من بهتر از شما جامعه رو میشناسم، من احتیاج ندارم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که واقعا این سیاست علمه، سیاست قانون داره، سیاست این که شما فکر میکنی ما میریم مثلا سالها عمرمون رو میذاریم به جای که بریم کار دیگه بکنیم، به جای که بریم پول در بیاریم، به جای که بریم یه کاری بکنیم که نون و آب باشه برامون، میریم ساعتها، سالها، روزها میشیم تو این کلاس‌های، سمینارهای علمی به حرف استادا گوش میدیم.
اینه به خاطر که میخوایم این علم رو بهش به دست بیاریم. بعد میبینیم یه نفر که نه علم داره نه دانش داره، تمام عمرش رفته یه کار دیگه کرده، بعد میاد یک دفعه بلنگو کافی این بلنگو رو دستش میاد، الان با یوتیوب که دیگه عالیه، بعد میان سم تزریق فکر هموطنان ما میکنن و این میشه که تا مثلا میگن مذاکرات، من میدم مردم قبض روح میشن. اصلا شما نمیدونید، همه میگفتن فلانی تو چطور انقدر حالت خوبه؟ گفتم مذاکره جزو جنگه. امکان نداره تو جنگی مذاکره نداشته باشی. یعنی مذاکره و جنگ دو جزو لاینفک هستن. وقتی شما تو سر یکی میزنی باید براش یک در خروج هم بذاری. میدونی اگه تو مرتب نمیتونی بری تو سرش بزنی بمبارونش کنی نمیشه. شما اگر سر سوزنی رفته بودن این آقایون تحلیلگر سیاسی که واقعا باعث شرم هموطنان ما هستن، اگر سر سوزنی رفتن تاریخ جنگ جهانی دوم، نه هم مثلا تاریخ‌های دیگه ها، همین جنگ جهانی دوم رو خونده بودن، میدیدن که چقدر مذاکره و مذاکره بمباران به هم وصله و اینجور نمی اومدن دل هموطنان ما رو خالی بکنن. به محضی که میگن میخوایم مذاکره کنیم همه قش میکنن، به محضی که میگن مذاکره تموم شد همه خوشحال میشن. یا حتی الان من میبینم باز یه عده میگن نه خانم شیرازی نباید خوشحال بشیم، اینا دارن پشت پرده با هم چیز میکنن. ببینید این پشت پرده تئوری توطئه اونقدر توی زمانهای بغرنج خریدار پیدا میکنه که خدا میدونه چرا خریدار پیدا میکنه. چون آدما بلد نیستن شرایط رو تجزیه تحلیل کنن، بلد نیستن فاصله بگیرن و با فاصله مسائل رو نگاه کنن. چشمشون رو میدوزن به شرایطی که همون لحظه هست، بعد گیج و گول میشن، بعد ناامید میشن، دیگران رو ناامید میکنن. ما بدبختیم. یا مثل آقای قاضی زاده میگه مردم اصلا بریزید همین الان تو خیابون، الان وقتشه که الان بریزید تو خیابون. بابا مردم مگه کم کشته دادن؟ چی میگین بریزید تو خیابون؟ این همه تیربار زده هر چهار گذاری، کیو میخوای به کشتن بدی؟ میدونید؟ بله. حالا من خودم یه مقداری تئوری توطئه دارم خودم شخصا. حالا ولی دلیلش هم اینه که تو خود کانادا که دارم زندگی میکنم، مثلا 5 سال پیش یه لیستی اومد 30 تا مثلا از تئوری‌های توطئه‌ای که همه بهش میخندیدن و از اون 30 تا که اون زمان همه میخندیدن که کووید مثلا از ووهان اومد، همه گفتن نه این مثلا اتفاق این، یعنی اصلا میمدن و همه رو چیز میکنن، به عنوان لوک داون میکنن، به عنوان تحقیر نگاه. ببین اینا مثلا تئوری توطئه، معلوم شد که 100% اون تئوری توطئه یه لیست 30 تایی هست درست از آب در اومد. حالا اینو میخوام بگم که به خاطر همین و به خاطر اون نقش افرادی مثل قاضی زاده که مثلا میخوام بیارم، حالا افرادی مثل این افراد که من احساس نمیکنم که از روی سادگیه، این بازی کردن با احساسات مردم، بالا پایین بردن و این داستان ها، اینا که من تو این 3-4 سال اخیرم دیدم. حالا ولی من خیلی جالبه، میخوام از قسمت شما بدونم که ببینم کجا به هم دیگه میرسیم، چون من یه مقداری هم ممکنه اینجا یکم بس هم برسیم یا نه. یه جامعه شناسی هست مال اوایل قرن 20، اسمش از ژورژ زیمل. این ژورژ زیمل خیلی جالبه، همیشه مثالهای زندگی کوچک رو ور میداره با مثالهای زندگی بزرگ. میگن میکروسوسیولوژی، ماکروسوسیولوژی. میکرو یعنی کوچولو، جامعه شناسی کوچک با جامعه شناسی بزرگ، اینا رو به هم وصل میکنه. این مثلا متد کارش اینه. اگر مثلا اینجا بود این جوابو میداد، یعنی من میخوام مدل زیمل جواب بدم. زیمل یکی از چیزایی که مثلا ما توی میکرو جامعه شناسی یا میکرو سوسیولوژی یاد میگیریم اینه که آدم‌ها رو همون حرفی رو که میزنن همون حرف رو بشنویم ازشون و همون حرف رو تجزیه تحلیل کنیم. متوجهی؟ یعنی دنبال این نباشیم که بگیم پشت ذهنش چیه، بلکه همون حرفی رو که میزنن اگر گوش بدیم خیلی چیزها رو میگن مردم، ولی چون ما بلد نیستیم گوش بدیم و همیشه مثلا شما مثلا با یه خانمی آشنا میشی، خب تو اون جلسه اول من یقین دارم کسی مثل شما 90% زندگیشو میگه،
چیزی رو برای، حالا ممکنه یه 10% برای خودش بیاد، ولی اگه اون دختره بلد نباشه گوش بده، بعد یواش یواش کشف میکنه، بعد میگه این سر من کلاه گذاشت، در حالی که مردها معمولا تو برخورد اول همه چیزو میگن، فقط باید بلد باشی گوش بدی. اونو که اگه گوش ندی، بله سرت کلاه رفته، گوش درسته. بدی میفهمی داره چی میگه. حالا من میخوام اینو بستش بدم روی مسائل بفرمایید. بزرگتر. مثلا آقای قاضی زاده، من دنبال این نیستم که مسائل درونیش چیه، آیا و مثلا به جایی وصله، من اصلا این چیزا برام مهم نیست. من حرفش رو که میزنه برام مهمه و نیت خوانی نمی کنم که بگم این نیتش چیه فلان. حرفی رو که میزنه میبینم و حرفهایی رو که میزنه به طور مثلا روی دراز مدت من نگاه میکنم چجوری حرف میزنه، میبینم بسیار آدم باهوشیه. خیلی قشنگ میتونه که شرایط آنی رو از روی المان‌هایی که روی زمین هستن تجزیه و تحلیل کنه. من بلد نیستم. مثلا شما الان به من بگید 4 تا ناو اینجا اومده، این اومده اینجا، این معنیش چیه؟ من زیاد آدمی نیستم که به جزئیات و دیتیل نگاه بکنم. این قشنگ بلده اینا رو بفهم. ولی چون نگاه از بالا نداره، چون از دور نمیتونه ببینه، چون درسشو نخونده، مهندس برقه، چون درسشو نخونده، چیکار میکنه؟ بعد که گیر میفته، تو شرایط پیچیده میفته، نمیتونه جواب بده، برای که دیتیل های آن برای شما کافی نیست. شما باید بلد باشی به یک سری مسائل و خطوط کلی که ثابت میمونن وصل بشی تا بتونی شرایط آن رو درک کنی. شرایط آن رو درک کردن توی مقاطعی میتونی به صورت انتویتیو یا غریزی درکش کنی. از این جهت چون غریزه خوبی داره خیلی خوب تحلیل میکنه. ولی همین که شرایط پیچیده میشه، چون این دید کلی رو نداره، چون این چارچوب کلی رو نداره، اشتباه میکنه. من اصلا فکر نمیکنم که به جایی وابسته باشه، اصلا اتفاقا فکر کنم آدم صادقی و به همین خاطر در موردش حرف میزنم و به همین خاطر ازش بدم نمیاد. چون اگر من از کسی که بدم میاد اصلا نمیتونم در موردش حرف بزنم. اونقدر هستن که اگه من الان حرف بزنم عصبانی میشم. نه، اتفاقا من دلم میسوزه که چرا این آدم سواد سیاسی کاری رو که میکنه نداره. چون اگر سواد سیاسی رو داشت، شرایطی که ما الان توش هستیم، ببینید رابطه‌ای که ما الان داریم بین جمهوری اسلامی، اسرائیل، امریکا و کل کشورهایی که دور این جریان هستن، خب طبیعیه که یک سری فاکتورهایی داره که تغییر میکنن. خب یعنی یه چیزی هم مثلا ترامپ یک آدم بسیار متغیری، ولی یه سری المان ها هم هستن که دور تا دور محکم به زمین چسبیدن. اگر ما این المان ها رو نبینیم، دچار خطای تحلیل میشیم، دچار خطای متدولوژیک میشیم. یعنی چی؟ یعنی که فقط نگاه میکنیم ترامپ چی میگه و بعد چون نمیفهمیم این داره چی میگه، چون فهمیدن حرف که به این راحتی نیست، که فهمیدن حرف واقعا یه هنره. اصلا کسی مثل میشل فوکو، هزار متخصص دیگه نشستن سالهای سال روی این که ما چجوری حرف رو باید تجزیه تحلیل کنیم کار کردن. خب ما وقتی اینو بلد نباشیم که این المان‌های ثابتی رو که دور هستن رو ببینیم، میافتیم تو دام و ناراحت. این هستش که من فکر میکنم آموزش علوم سیاسی برای جوانان ما واجبه و برای همین من امروز اومدم با شما حرف بزنم که بگم بچه‌ها، دوستان، جوانانی که دارید مسائل رو میبینید و اینجوری تنتون میلرزه به محضی که ترامپ یه دونه ابرو بالا میندازه، فکر میکنید دیگه تموم شد، دیگه ایران شد جمهوری اسلامی، دیگه فلان شد بهمان شد. یک سری ستونهای ثابت توی این معادله وجود دارن، یک سری کلید وجود دارن که من کلیدا رو بهتون میدم. این کلیدا رو وقتی گرفتین تو دست، اون وقت میتونید خودتون درا رو باز کنید. یعنی چی؟ یعنی تو هر شرایطی که گیر بیفتید، تو هر مسئله جدیدی که وارد بشید، این کلیدا بهتون چیکار میکنه؟ کمک میکنه که شما در رو باز کنید. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خب شروع کنیم. یکم از کلیدا بگیم، یکم از ستون‌ها بگیم. بفرمایید. اولین کلید اینه که اینجا ما یک بازیگر داریم در رابطه بین ایران یا جمهوری اسلامی و امریکا. یک بازیگر مهم داریم که اسمش هست اسرائیل. این اسرائیل چی شده؟
سالیان سال، نزدیک 45 سال هی گفت، هی شنید مرگ بر اسرائیل، هی شنید مرگ بر اسرائیل، ولی مطلقاً به رو خودش نیورد. گفت اینا دارن حرف بیهوده میزنن. حواسش بودا ولی جدی نمیگرفت، میگفت اینا دارن شعار میدن. تا اینکه چه اتفاقی افتاد؟ 7 اکتبر به وجود اومد، سال 2023. درست. 7 اکتبر نزدیک 1200 نفر از مردمش کشته شدن. 1200 نفر از 10 میلیون نفر، یعنی یه چیزی بود معادل همون 8 و 9 ژانویه ایران. میدونید اگر بخوایم به نسبت یه چیزی مثلا، البته باز نه به اون حد، میشد 11,000 نفر در ما ایرانی‌ها حدود 40,000 نفر 45,000 نفر کشته دادیم. اینا جمهوری اسلامی این اشتباهو کرد که برای به هم زدن پیمان ابراهیم بیاد و چیکار بکنه و حماس رو تشویق بکنه که بره و این جنایت رو به وجود بیارن. و اونجا بود که اسرائیل روز 7 اکتبر، من وقتی از خواب بیدار شدم و عکس‌ها رو دیدم، تصاویر رو دیدم اینا چه کردن. دیدید اولین حرفی که زدم چی بود؟ گفتم جمهوری اسلامی حکم مرگ خودش رو صادر کرد. چون اسرائیل رو میشناسم، اسرائیل اجازه نمیده کسی بقاش رو به خطر بندازه و اون روز بقای اسرائیل به خطر افتاد. یعنی ما در رابطه‌ای که ما در این مثلث ایران، آمریکا، اسرائیل یک آکتوری داریم که مطلقاً قابل چه میدونم خریدن و رشوه گرفتن و کوتاه اومدن نیست و این خیلی مهمه برای ما، بلکه ما هم حاضر نیستیم کوتاه بیاییم، بلکه ما هم بقامون توسط جمهوری اسلامی به خطر افتاده، چون ما الان درست تو همون شرایطی داریم زندگی میکنیم که مردم اسرائیل دارن زندگی میکنن. یعنی اون 10 میلیون نفر و ما الان یک دشمن مشترک داریم و به یک نحو داریم ازش زجر میکشیم. این مسئله برای امریکا نیست و امریکا اهداف دیگری رو داره تو منطقه جلو میبره. امریکا، من بارها نوشتم، تکراری، کسانی که منو خوندن میدونن، عاشق چشم ابروی نتانیاهو نیست. به خاطر گل روی نتانیاهو نیومده تو این. اون چه که مثلا امروز من از آقای امیر طاهری شنیدم که میگفت نتانیاهو سر ترامپ کلا گذاشت و ترامپ فکر میکرد میتونه یک موفقیت سریع با ایران داشته باشه مثل ونزوئلا، ترامپ افتاد به دام. آیا احسان جان شما واقعا فکر میکنید ترامپ کسیه که گول نتانیاهو رو میخوره؟ آیا شما واقعا فکر میکنید ترامپ اینقدر بچه است؟ اگر ترامپ اینقدر ابله بود، اینقدر بچه بود، اینجوری میتونست موفق بشه تو سیاست، توی کامرس، توی این، توی اون؟ اصلا این تصور این که ترامپ گول بخوره خنده داره. یعنی که شما اصلا از معادلات سیاسی که توی منطقه است بی اطلاعی. درست. حالا من یه جواب بدم اینجا. من البته خودشون نیستن، شاید خودشون باشن بهتر، ولی نظر شخصی خودم دارم میگم. شخص نتانیاهو اینجا نیست دیگه. اون برجت اگزیستانشال اون جمهوری اسلامی تهدیدی برای موجودیت اسرائیل و اسرائیل هم همه کار میکنه که این تهدید موجودیتی رو از بین ببره، این 100%. ولی اسرائیل فقط اون نتانیاهو نیست، یعنی یک سیستمی هست، یک لابی هایی هست، یک گروه های بسیار پرقدرتی هم در آمریکا هستن که برجت اونها هم با اون تهدید موجودیت اسرائیل احساس میکنن. من خودم احساس میکنم اون سیستمی که به وجود اومد و اون پروژه‌ای که به وجود اومد و اون داستان و اون اتفاقاتی که نوشته شد و اون اینپوتی که به هر جهت ترامپ روی میز میشینه به عنوان سی او کمپانی، اطرافش هم کسایی هستن که اطلاعاتو دارن میدن و بر اساس اون اطلاعات میاد تصمیم میگیره دیگه. مثلا روبیو اینو میگه، جی دی ونس اینو میگه، به هر جای افراد مختلف. و اون من فکر می‌کنم روی ترامپ تاثیرگذار بود به اینکه این چون جنگ هم غیر قابل پیش بینیه. هیچ جنگ تا شروع نشده مثل فوتبال میمونه. میگن فوتبال اینجوریه که ثانیه یک مسابقه فوتبال همه مثل همدیگه است، اون پاس اول میدن، ولی هیچ مسابقه شبیه اون مسابقه نیست. جنگ هم همینطوریه، همه اتفاقات تو لحظه ممکنه کورسش عوض بشه.
من احساس کنم تاثیرگذار بود روی تصمیم ترامپ. تعیین کننده قطعا نبود ولی تاثیرگذار بود. یعنی مثلا شاید پلن ای ترامپ بگه من اصلا آشاج شربت نتانیاهو نیستم، برنامه آمریکا اینه، منافع آمریکا اینه، اولویت‌های ما اینه، دومیش هم پلن بی مونم همینطور، پلن سی اسرائیل میگه مثلا آره مثلا اگر این اتفاق نیفتاد میشه روی این فاکتورها حساب کرد. حالا من درست کنین هر چیزی که احساس می‌کنین اشتباه. آره شما هنوز اون تئوری توطئه هستی، یعنی یه لابی هایی هستن پشت پرده. واقعا هست. یقینا بله. لابی هست. مگه کسی میتونه بگه که لابی نیست؟ لابی همه جا هست. همون جوری که لابی هست پشت پرده میگه جنگ کن، لابی هم از پشت پرده میگه جنگ نکن. بله. این که بگی لابی هست پشت پرده اینو تشویق کردن، خب باید بگی که لابی هم هست پشت پرده مانعش شدن. پس این چه ببین علمی نگاه باید بکنیم. درست. این که همه چیزو میندازیم پشت پرده بعد میگیم نه. یا یه دوستی من داشتم البته دیگه ندارم، میگفتش که همیشه مسئله مالیه. خب درسته، ولی این که میگی مسئله مالیه هیچی رو توضیح نمیده. قبول دارم مالیه، ولی خب که چی؟ آخه کدوم مال، کدوم پول، کجا رفته، کجا؟ اینا رو باید گفت. این که لابی پشت پرده هست که میگه جنگ کن، خب لابی پشت پرده هست میگه جنگ نکن. و همین. ببین احسان جان، من میخوام که به صورت علمی مسائل رو نگاه کنیم و اصلا علوم سیاسی سخت نیست. اصلا قابل مقایسه با علوم دیگه نیست از آسونی. مهم اینه که شما اینجا پیش خودت بگی خب آیا فقط موتیواسیون ترامپ نتانیاهو و اسرائیل بود؟ آیا فقط به خاطر اسرائیل آمد و وارد یک همچین جنگ پرخرجی شد؟ مگر نه اینکه همه چیز مالیه؟ این چه سودی توی این کار براش هست که اسرائیل رو نجات بده؟ چه سودی توی این داره؟ چه سودی داره؟ میتونست بگه نمی کنم، من کشور من آرامه، کشور من دشمن نداره، من در بهترین نقطه جغرافیایی زندگی میکنم، دبویو خودتون برید در کاری دلتون میخواد بکنید. میتونست اینو بگه. چرا نه؟ ببین ترامپ بیزینسمن بسیار بزرگیه و اگر ما به حرفاش گوش بدیم تمام حرفاش رو میزنه ولی نمیدیم. من به مصاحبه های ترامپ زمان ریگان گوش میدادم، خیلی هم حوصله ندارم، حالا شما فکر نکنید چون یه نفر اینو گذاشته بود گوش میدادم. زمان ریگان عصبانی بود از امریکا، میگفت این امریکا اجناس چین رو وارد میکنه، هیچ تعرفه‌ای روش نمیذاره، ولی اجناس امریکا که به چین میره باید یک عالمه تعرفه بدن و این مسئله اینو دیوانه کرده بود و سالهای سال ادامه داشت و اولین کاری که کرد آمد این تعرفه ها رو درست کرد. یعنی نمیگم حذفشون کرد و فلان کرد و بهمان کرد، ولی آمد با این تعرفه ها بازی کرد، یک چیزی از توش در آورد که به نفع کشور خودش بشه. ترامپ عقده چین رو داره از مدت ها پیش، ابسده است برای توسط چین. یعنی اصلا فکر میکنه که چین داره قدرت جهانی رو از دست امریکا میگیره. تمام هدف ترامپ اینه که یک جوری زیر پای چین رو خالی کنه. وسواس داره. ابسسته. داره. آره. اولین کاری که کرد آمد روی تعرفه. چینی‌ها هم خیلی زرنگن. زرنگن. اصلا باش از در جنگ وارد نشدن. اصلا تعرفه ها رو اومد این ور اون ور کرد، گفتن چشم باشه فلان بهمان بله بله. بعد اومد دید چی؟ دید داره نفت ایران مفت میره تو جیب کی؟ تو جیب چین. بله. و چین داره چی کار میکنه؟ روز به روز پرقدرت‌تر میشه. هدف ترامپ به نظر من نه اسرائیل، نه ایرانه، نه هیچ چیز دیگه. هدف ترامپ فقط اینه که به عنوان رهبر امریکا اجازه نده که چین تا چند سال دیگه قدرت جهانی رو به دست بگیره و داره با چین مبارزه میکنه. طبیعتا این وسط میاد میگه که اسرائیل حق داره، طبیعتا این وسط میگه که ایرانی‌ها کشته شدن، من ازشون دفاع میکنم و من حتی میخوام به شما یه چیزی رو بگم، شاید همتون خندتون بگیره و چند روز دیگه کلی به من دعوا بکنی، توف و لعنت کنی. من احساس میکنم که آدم خوبیه، برای اینکه تنها سیاست مدار جهان غربه که 500 دفعه تو صحبتاش گفته اینا مردم خودشونو کشتن.
اینا مردم خودشونو کشتن. من حتی احساس میکنم آدم خوبی هم میتونه باشه، ولی مسئلهش ایران نیست، مسئلهش اسرائیل نیست، مسئلهش چیز دیگریه. مسئلهش عظمت امریکاست. مسئلهش اینه که امریکا همچنان آقایی خودش رو روی جهان حفظ کنه و به این دلیل نمیتونه اجازه بده که چین و روسیه بیان هندم بذارن تو جیبشون و هی با هم دست به یکی بکنن و اروپا هم که خدا عمرش بده واقعا چی میگن اصلا. بله. حالا اتفاقا صحبتی کردین، روبیو یه سخنرانی میکرد، صحبتش میکرد، میگفتش که تا 5 سال دیگه، الان برزیل داره تصمیم گرفته که با چین با یک واحد پولی به جز دلار معامله کنه. میگه ما تا 5 سال دیگه یه سری چین و یه سری کشورهای متحدش با یک نوع دیگه، با یک واحد پول دیگه با هم دیگه تبادل اقتصادی میکنن که ما اصلا قادر به تحریمشون نیست. یعنی فرصت آمریکا هم محدوده. من 100% با تو موافقم. چین، مارک پومپو هم یه جای دیگه میگفتش که ما باید، مردم دنیا باید تصمیم بگیرن که یا قرار شبیه آمریکایی‌ها باشن یا شبیه چینی‌ها. از این دو گروه به هر جهت یک نفر به هر جهت دامیننت خواهد شد و این تصمیم رو باید خیلی زودتر بگیریم. حالا این حرف خیلی مهمی زدید که اولویت هر کشوری الان یه جمهوری است، 4 تا، من فکر می‌کنم 4 تا نقطه ما داریم این وسط. مردم ایران هستن با اولویت‌های مردم ایران که به نظر من اون چیزی که دارم می‌بینم با توجه به اتفاقی که افتاد، هویت ملیشون، رفاه و آسایششون و امنیتشون برای اولویتاشون. حالا من سروی نکردیم ولی من احساس می‌کنم با توجه اون فهمم از اتفاقاتی افتاده. اسرائیل داریم که اون تهدید موجودیتیشه که براش اولین و دومین و سومین اولویتشه، یعنی اصلا دیگه نمیتونه این شرایط مرگ بر اسرائیل، اون پراکسی های جمهوری اسلامی. آمریکا هم داریم که چیزش اولویتاش مشخصه دیگه، که من در این جنگ میخوام نبض انرژی رو من احساس میکنم دست بگیرم، چین رو میخوام تحت فشار بذارم. این که ما ترامپ رو به عنوان یک ناجی و به عنوان یک کسی میبینیم که قراره بیاد با، اگر در یکی از همین مذاکرات جنگ مذاکره در یکی از مذاکرات یک گروه در جمهوری اسلامی پیدا بشن که اون اولویت‌های اسرائیل و آمریکا رو فراهم بکنن و اصلا مردم ایران رو بیخیال بشن، اینو از این جهت میپرسم که مردم ایران چقدر واقع بینانه به همین علوم سیاسی، به همین مسائل سیاسی دورشون دقت بکنن. یه توضیح اگه میشه، این خیلی سوال مهمیه. من احساس میکنم که یک سری مثلا ما هستیم که احساس میکنیم الان نتانیاهو عاشقمونه یا ترامپ عاشقمونه، ولی این دوست ندارم که مثلا در آینده با سیدی سخت، دوستم از همین الان آگاهانه بدونیم که داریم چی کار میکنیم و قدم به قدم. اگه توضیح بدین خیلی خوشحال میشم. ببینید وقتی که ما به تئوری توطئه اعتقاد داشته باشیم، اینجوریه که ممکنه یه نفر رو هم ناجی ببینیم، ممکنه عاشق هم بشیم. چرا؟ از یه طرف دیگه ما به تئوری توطئه اعتقاد داریم، چون فکر می‌کنیم دست‌هایی هستن پشت پرده، بعد عاشق یکی میشیم که مثلا می‌بینیم که داره از پشت پرده میاد بیرون. اینا با هم وصله، یعنی تئوری توطئه، عاشق شدن، ناجی دیدن به هم وصله. در حالی که علوم سیاسی خیلی ساده‌تر از این حرفاست. علوم سیاسی، داستان سیاست داستان منافع مشترکه. منافع مشترک. من تا روزی که با شما منافع مشترک داشته باشم میام و اینجا میشینم با هم حرف میزنیم. چرا؟ امکان نداره من هیچ نفعی نداشته باشم بیام اینجا بشینم، یا شما امکان نداره که زجر بکشی و برات هیچ نفعی نداشته باشی ولی باز بیایی مثلا 1 ساعت از وقتتو بذاری. مگه ما دیوونه ایم؟ چون نفع مشترک داریم این اشانج رو برقرار میکنیم. دنیای سیاست دنیای منافع مشترکه. شارل دوگل میگفتش که فرانسه دوست نداره، منافع مشترک داره. میدونید؟ یعنی هیچ کشوری دوست فرانسه نیست ولی با کشورها ما منافع مشترک داریم. هنر سیاست هم اینه که شما منافع مشترک رو تعریف کنی، یعنی تو هر رابطه ای ببینی این رابطه چه نفعی بهت میرسونه. و نفع فقط این نیست مثلا شما که به من پول ندادی که بیام اینجا، متوجهی؟ یا شما رو نخریدم که بیایی مثلا با من مصاحبه بکنی. ولی نفع یا منافعی که انسان ها میتونن با بین خودشون برقرار بکنن ممکنه خیلی چیزهای دیگری باشه، فقط ممکنه نفع نباشه، که ممکنه
نمیدونم مادی باشه، ممکنه احساسی باشه، ممکنه علمی باشه، ممکنه سیاسی باشه. حالا کشورها هم همینن دیگه. کشورها وقتی با هم رابطه برقرار میکنن که عاشق چشم ابروی هم نیستن که. کشورها باید بلد باشن، برخلاف جمهوری اسلامی که با همه خط و نشون کشید و تیر و تفنگ بهشون شلیک کرد. کشورها باید بلد باشن این رو بفهمن که اینها با هم منافع مشترک دارن، چون دارن روی یک سیاره زندگی میکنن. میدونید؟ درسته. ببینید وقتی که یه آدم فقیری، یه آدم پولداری میره به یه آدم فقیری پول میده، همه ممکنه فکر کنن که این آدم چقدر آدم خوبیه، چقدر از خود گذشته است. نه، این میدونه وقتی داره در جامعه زندگی میکنه به نفعشه که یه نفر دیگه که کنار خونش هست خیلی گدا و گشنه نباشه، وگرنه میاد میخورتش. میدونید؟ پس میره کمک میکنه، چون منفعت خودش ایجاب میکنه، میره از پول خودش در میاره میده به جیب یک دیگه میریزه. ببینید ما باید بلد باشیم درک منفعت بکنیم و ببینیم منفعت فقط این نیستش که آره مثلا من به فلانی 100 یورو بدم بعد مثلا این کار فقط منفعت که این نیست. ما باید بلد باشیم با جوامع، با انسانها یا با کشورها تعریف منافع مشترک بکنیم. امروز واقعیت مسئله اینه که منفعت مردم ایران در نبود جمهوری اسلامی، منفعت مردم اسرائیل هم در نبود جمهوری اسلامیه. به نظر من منفعت عالم دنیا در نبود جمهوری اسلامی. فقط مسئله این که عالم دنیا انقدر نفهمه، هر چقدر ما بهش توضیح میدیم نمیفهمه. ولی اسرائیلیا چون چوب جمهوری اسلامی به تنشون خورده میفهمن، بدونی که ما بخوایم آزارشون بدیم، به زور تو شکمشون بکنیم بابا جان اینا قاتل، اینا احتیاج نداره این توضیحا رو بدیم، اونا میدونن. خب ما الان یک کشوری اومده که درکمون میکنه و منافع امروزش با ما هماهنگه. ممکنه فردا ما با هم اختلاف منافع داشته باشیم. مثلا من یک کلمه با اسرائیلی ها برنامه اجرا کردم توی ایونکت نیوز. خب یک کلمه از کی؟ از سال 2015 دعوام شد باهاشون سر این که یه اختلاف پیدا کردیم و یه اشتباهی من کردم، تاکسی عوضی گرفتم، بعد خودم مجبور شدم پول بدم، اینا پولو به من برنگردن. خیلی به من برخورد. گفتم اینا از تخصص یک متخصص استفاده میکنن مفت و مجانی، ولی حاضر نیستن پول تاکسیشو بهش برگردونن. خیلی بهم برخورد و دیگه نرفتم. ببین میخوام بگم یه وقت ممکنه با اینکه ما منافع مشترک داریم دعوامون هم بشه. ممکنه فردا همین اسرائیل که انقدر خوشحالیم که اومده اینا رو زده کشته، و فردا ممکنه که با هم دعوامون هم بشه. ممکنه بعدش با هم آشتی هم بکنیم. ممکنه شما 2 ماه دیگه منو دوباره توی ایونکت نیوز هم ببینی. من کافیه که رداکتور آن شفش بیاد معذرت خواهی بکنه. فقط هی دعوتم کردن، هیچ جواب ندادم. بعدشم گفتم تا زمانی که رداکتورتون نیومده معذرت خواهی کنه من دیگه بر نمیگردم تلویزیون. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که جوامع هم مثل انسان‌ها با هم منافع مشترک دارن، با هم اهداف مشترک دارن، دعواشون هم میشه، آشتی هم دوباره میکنن. به این میگن سوسیالیزاسیون در اشل انسانی و در اشل کشورها میگن دیپلماسی. ببینید اینا واقعیت هاست. حالا آیا ما باید عاشق نتانیاهو باشیم؟ امروز دستش درد نکنه، کاری که میکنه با کاری که ما ازش میخوایم هماهنگه. اولا ما دیدیم اسرائیل چجوری میتونه بمباران، کارپت بمبینگ بکنه توی لبنان، ولی این کارو تو ایران نکرد. خب ما خوشحالیم از این مسئله. توی ایران واقعا به واسطه این که حالا شاهزاده رفته باهاشون صحبت کرده، حالا گروه اپوزیسیون باهاشون صحبت کرده، ایرانی‌ها باهاشون ارتباط برقرار میکنن، خیلی دقیق بمباران کردن. کاری رو که تو لبنان کردن تو ایران نه، و من امیدوارم تا آخر جنگم همینطور باشه. خب اینا هستش که باعث میشه که ما امروز به این ملت نزدیکیم. امیدوارم فردا که ایران آزاد و دموکراتیک برقرار شد ما بدونیم که ما بسیار منافع باز هم داریم باهاشون. تکنولوژی آب دارن که میتونه به ما کمک کنه، تکنولوژی پزشکیشون خیلی پیشرفته است میتونه به ما کمک کنه، خیلی چیزها دارن که میتونن به ما کمک کنن، ما هم میتونیم بهشون کمک بکنیم. ولی اگر بیان مثلا به ما بگن که نه شما باید تجزیه بشین، حالا ما باید حرفشون رو قبول بکنیم. ولی مسئله میدونی چیه احسان جان؟ سیاست سناریوی فیلم وحشتناک نوشتن نیست. مثلا شما زمانی میتونید بیاین در مورد احتمالات صحبت کنید که المان تانژیبل توی دستتون باشه.
مثلا طرف یه چیزی رو گفته باشه، یک مدارکی داشته باشید ازش و بگید بنابر این مدارک اینها مثلا برای ما نقشه خام چیدن. من تمام کسانی که سناریوی فیلم وحشتناک می‌نویسن و که گوش میدم به حرفاشون یا میخونم نوشته هاشون، میبینم فقط بر روی تئوری توطئه قرار گرفته. به قول آقای سرکوهی که خیلی هم بدم میاد ازش، میگه تئوری توطئه، تمام اینا تئوری توطئه است. میگه تئوری توطئه. حالا خودش از همه بیشتر تئوری توطئه‌ایه ها. شما نمیتونید امروز بشینید در حالی که کشور اسرائیل داره برای شما شمخانی میکشه، لاریجانی میکشه، بعد تئوری توطئه بنویسید نه اینها میخوان فلان کنن، نه اینها دارن اله میکنن. خب این یعنی که شما اصلا نه منفعت میدونید چیه، نه شرایط حال میدونید چیه، نه آنالیز داری از شرایطتون، هیچ. حالا اومدیم بر فرض محال فردا یه اتفاقی افتاد. آقا جان چون فردا شود فکر فردا کنیم. ما اگر بخوایم پیش بگیم که مثلا شما با یه خانمی آشنا میشی، نه این منو ول میکنه، این با من نمیمونه. خب اگه شما از روز اول اینجوری فکر کنی، این اصلا با تو 6 ماه هم نمیمونه که. یقینا ممکنه بین یک زن و مرد در یک کوپل ممکنه جدایی هم پیش بیاد، مگه میشه نیاد؟ ولی اگه شما از روز اول بناتو بر این بذاری که نه این به من خیانت میکنه، معلومه میکنه، چون از روز اول بهش شک داشتی، اون میگه بس برم این بهش خیانت بکنم خیالش راحت بشه. میدونید شما نمیتونید با تصور منفی، با تئوری توطئه یک کشور رو پیش ببرید. شما نمیتونید با تصور منفی و تئوری توطئه همسرتون رو پیش ببرید، چه برسه یک کشور رو. یا مثلا توی یه دونه شرکتی دارید، یه کمپانی دارید کار میکنید، فکر کنید تمام همکاراتون دزدن. خب همین که شما فکر میکنید همکاراتون دزدن، شما این کمپانی شما ورشکست میشه. چون بلد نیستین اعتماد کنید، چون بلد نیستین شرایط رو اونجور که هست آنالیز بکنید. من نمیگم دزد توی شرکت ها وجود نداره، مگه میشه نداشته باشه، ولی هر کی دزدی کرد مچشو میگیرید میندازینش بیرون. دزدی کرد میگه بردار پول پس بیار، اگه میخوای بمونی دیگه حق نداری دزدی کنی. اینا همه چیز داره، یعنی راه حل داره. درست. فرانسوی ها کپخکا یا کیس بای کیس، تو هر کیسی شما اون راه حل لازم رو بیشن. امروزی که کشور ما دست جمهوری اسلامی، امروزی که کشور ما 200,000 نفر تو زندان هاشن، هر روز دارن اعدام میشن، امروزی که مردم نه آب دارن نه برق نه چیزی دارن، به جایی که واقعیت ها رو ببینیم، به جایی که مشکلات رو ببینیم، به جایی که اون چیزهایی که رو میز هست رو ببینیم، بدبختی هایی که باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم ببینیم، اگر نتانیاهو بخواد کشور ما رو تجزیه بکنه، ما چه خاک به سرمون بکنیم؟ میدونید من میگم که ملتی که بتونه از شر جمهوری اسلامی خودش رو رها بکنه، از هیچ چیزی نباید بترسه، از هیچ چیزی نباید بترسه. وقتی که ما بتونیم خامنه‌ای رو نابود کنیم، خاک بکنیم، چال بکنیم، نمیدونم شمخانی رو نابود بکنیم، از شر اینها راحت بشیم، ما باید انقدر به خودمون مطمئن باشیم. مگه ممکنه کسی نخواد با ما کار کنه؟ مگه ممکنه کسی نخواد با ما زندگی کنه؟ مگه ممکنه کسی نخواد با ما همراهی بکنه؟ متوجه این چی میگم؟ بله. یعنی این تئوریای توطئه فاجعه باره. نتیجه گیری صحبتم. درسته. حالا فکر میکنم بزرگترین سوالی که همه ما مثلا باید جواب بدیم که در موردش که سری تحلیل به واقعیت هم نزدیک باشه، اینی که مردم ایران همونطوری گفتیم خب تو این 4 تا نقطه 4 تا استیک هولدر هستن، 4 تا پارتی های مختلف هستن که هر کسی با اولویت های متفاوت داره. یه صحبتی که مثلا تو صفحات مجازی میشه که سوال جوابش هم سخته، آیا یک ایران قدرتمند شکوهمندی که مثلا ما آرزوشو داریم و میخوایم اون پادشاهی خواه، میخوایم اون پروژه تمام نشده آریامهر رو، یعنی رویاشون اینه که برگردیم به اون مسیر و اون برگردیم مسیری که آریامهر ویژنشو داشتن، برگردیم به این دلیله که پادشاهی خیلی جذاب هست دیگه برای بسیاری از انسان‌ها، چون باعث شده، چون تو حافظه تاریخیمون اون مسیری که به سمت پیشرفت و جلو رفتن و مدرن شدن دیده شده، اون به خاطر همین خیلی
یه تجربه بسیار بسیار موفق بوده برای کسایی که حالا خیلی هم نمیخوان بحث تاریخی بکنن، فلسفی بکنن و برگردن به اون ریشه های اساسی. یه کسای بسیار انسان بسیار عادی. آیا کشور آمریکا یا اسرائیل یک همچین ایرانی رو دوست دارن؟ این سوال، اگه این سوال بتونیم جواب مثلا درست بگیریم، چون بدبختی که انتهایی نیست. مثلا من کوبا رفتم یا مثلا مصر رفتم یا مثلا فقری که اونجا دیدم، واقعا یعنی من دیدم که واقعا برای فقر و بدبختی و بیچارگی هیچ انتهایی وجود نداره. یا حتی جایی که توی ساوت ایژیا مثلا رفتم دیدم، یعنی که ما ایران از اینی که هست میتونه خیلی بدترم بشه. درسته اینا خیلی فاجعه هستن، ولی سوال اساسی اینه که خیلی میپرسن آیا مثلا چه ایرانی برای اینا مطلوب هست وقتی که زمان جنگ اتفاق بیفته و امیدوارم مردم عملیاتشون حفظ کنن، ولی مردم عملیات نداشته باشن، این ریسک خیلی. سوالم اینجوری بپرسم، این ایران باشکوه، ایرانی که برگردی غلطک، آیا چیز دلخواه آمریکا اسرائیل است؟ به خاطر اینکه الان کنترل بر دست ترامپ دیگه، اتفاقاتی که داره پیش میره در دست اون هاست. بفرمایید. ببخشید من سوالم پرسم بپرسم. ببینید ایران در بعد از جمهوری اسلامی باید یک ایران آرام باشه، برای اینکه الان کشورهای منطقه دیگه تحمل اینو ندارن که ایران بهشون موشک بزنه و الان کشورهای منطقه فهمیدن که یه جمهوری اسلامی شرور معنیش چیه. فقط این اسرائیل نیستش که الان زیر زخم جمهوری اسلامیه. الان کشورهای منطقه، امارات، بحرین، این ور اون ور، همه فهمیدن که جمهوری اسلامی خطرناکه. و الان بسیاری از کشورها به غیر از اروپایی‌های نفهم، بقیه همه فهمیدن که جمهوری اسلامی یک خطر بزرگ برای صلح کشورهای خودشونه و اگر جمهوری اسلامی نباشه و یک ایران آزاد دموکراتیک باشه به نفعشونه. نه اینکه عاشق دموکراسی باشن، من خودشون دموکراسی که نیستن، ولی اگر ایرانی باشه که آرام باشه، سرجاش بشینه، هر دقیقه نخواد اینجوری موشک زنی و ابراز بزرگی و قدرت بکنه. الان جمهوری اسلامی بود که خیلی دلش می‌خواست ایران تا مرزهای مدیترانه کشیده بشه، به قیمت فقر و فلاکت ملت ایران دیگه. البته اینه که یک ایران آزاد به نفع تمام کشورهاست و خصوصا من فکر میکنم به نفع اسرائیله. چرا؟ چون اسرائیل بسیار در منطقه تنهاست. اسرائیل تنها کشور یهودیه بین یک سری کشورهای عرب که همه ازش بدشون میاد. واقعیت دیگه. الان شما ببینید حتی تو فرانسه چقدر همه آنتی سمیتن، همه آنتی اسرائیلی و آنتی خیلی. بله دیگه. در نظر بگید تو خود جهان عرب چه خبره. من دوستان دوریژین مغربین دارم که وقتی که اینها رو شما نمیدونید، اصلا اینا از بعد از 7 اکتبر با من دشمن شدن. چرا؟ من می-نوشتم Iranian stand with Israel. اینو تحمل نمی‌کرد. خب اسرائیل واقعا احتیاج داره یک دونه همراه داشته باشه تو منطقه، یک دونه همراه سیاسی، اقتصادی، تجاری داشته باشه و من فکر میکنم که اینا درک نکردن چقدر وجود شاه براشون مهم بود. بله. این اشتباه رو کردن. اگر میفهمیدن که وجود شاه چقدر براشون مهم بود، شاید اینقدر سریع از جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کردن اون زمانی که انقلاب شده دارم میگم. بله. و اینه که در هر صورت ایران اگر آرام باشه به نفع کشورهای منطقه است و مردم منطقه خسته شدن از اینکه بمب بخورن، موشک بخورن، مورد ظلم جمهوری اسلامی قرار بگیرن. ولی آیا ایران فردا که از دست جمهوری اسلامی آزاد شد میتونه هر کاری دلش خواست بکنه؟ مثلا بگه آقا جون من به این نتیجه رسیدم که نفتم رو میخوام بشکه‌ای چرا $100 بفروشم، میخوام $250 بفروشم. اصلا برای من یک ایران آزادم میخوام من نفتم. نه، نمیتونه. باید ایران وارد نظم جهانی بشه. وارد نظم جهانی شدن چیه؟ یعنی فقط منفعت خودش نیست، منفعت سایر کشورها هم هست. اگر شما فکر میکنید تنها روی کره زمین زندگی میکنید و شما به عنوان یک ایرانی بزرگ حق دارید که قوانین جهانی رو زیر پا بگذارید، خب میشه دوباره جمهوری اسلامی که. بله. پس فردا ایران زمانی میتونه بزرگ بشه، ایران زمانی میتونه شکوهمند بشه
که به نظم جهانی احترام بذاره و وارد نظم جهانی بشه. یعنی چی؟ یعنی با کشورهای دنیا داد و ستد منطقی داشته باشه، نیاد بگی که فقط فلان کشور و بهمان کشور حق داره بیاد تو کشور ما سرمایه گذاری کنه، بعد در رو ببنده روی امریکا، در رو ببنده روی مثلا فلان کشور بهمان کشور. آقا اینجوری دشمنی به وجود میاره. باید بلد باشه کارت های سرمایه گذاریش رو به صورت عادلانه تقسیم کنه. اگر این کار رو بکنه، مردم ما موقعیت این رو خواهند داشت که به آرامش زنده برسند، در آرامش زندگی بکنن و یواش یواش در قالب نظم جهانی ایران میتونه چیکار بکنه؟ میتونه رشد بکنه. آیا این رشد یک شبه است؟ آیا این رشد در عرض 5 سال به وجود میاد؟ یقینا نه. ما راه درازی در پیش داریم. باید تحمل داشته باشیم، باید بسازیم. ولی اینو میدونیم که در انتهای راه یا حتی در وسطای راه خوشبختی در انتظارمونه. دیگه پول ما نمیره تو جیب حزب الله، تو جیب شهر موشکی، آبمون نمیره تو شهر موشکی. ما یواش یواش میتونیم چیکار بکنیم؟ یواش یواش میتونیم کشورمون رو بسازیم در قالب نظم جهانی. بازم میگم در قالب نظم جهانی، بدون اینکه نظم جهانی رو به هم بزنیم. وقتی که امریکا میبینیم توی دنیا داره آقایی میکنه، ایران که در مقابل امریکا نخودی بیشتر نیست، نمیتونه به جلوش بگه نه تو حق نداری، من میگم که من. این کارا میشه جمهوری اسلامی. اگه میخوایم دوباره راه جمهوری اسلامی رو بریم، بهتون بگم که اصلا هیچ امیدی نیست. نه. حالا من میخوام 1 دقیقه از یک کلیپ از آریامهر بذارم، شاهنشاه آریامهر، در مورد ویژنشون. من اینو خیلی دوست دارم. این 1 دقیقه رو خودم بعضی موقع to be what they could be. Will they want to be what exactly? First class, progressive, sophisticated country. And do you think they want to be that? At least they have all the gifts to be. بله first class sophisticated. این دریمی بود که آریامهر برای ایران داشتن. کارشون نیمه تمام ماند، ولی پادشاهی خانه همیشه آرزوش اینه که ایران برگرده به اون مسیر و اون اتفاق بیفته و کشور خودشون رو در دست بگیرن. به اون مسیر، به خاطر اینکه برای من اون مسیر اصلا چیز نیست. اون مسیری بود که ما رو به انقلاب 57 رسوند. بله. پس ما نمیگردیم. یاد بگیریم که ممکنه از نظر رفاه، آسایش، آزادی به اون زمان رو دوباره بتونیم برگردونیم، ولی یک اتفاق مهم افتاده. یک اتفاق مهم برای ما افتاده که غیر قابل برگشته و این اتفاق زمان شاه نیفتاده بود. این اتفاق الان افتاد. این اتفاق در طی این 47 سال افتاد. این اتفاق اون هستش که مردم ایران از هر قشر و طبقه و گروه و خانواده و قوم و عشیره‌ای که هستن، از هر کجا که هستن، با هر عقایدی که هستن، با هر عقیده دینی که هستن، با هر ایمانی که هستن، بلا استثنا یک چیزی رو فهمیدن. بلا استثنا، به غیر از کسانی که وابسته به حکومتن. اونا رو من نمیگم، اونا رو بذارید کنار. اونا مزدورن، اونا اصلا ایرانی نیستن. ایرانی ها در این 47 سال یک چیزی رو با گوشت و پوستشون فهمیدن و اون اینه که وقتی مذهب وارد سیاست بشه یعنی بدبختی. مردم ایران این رو نمیدونستن زمان شاه. مردم ایران این رو الان فهمیدن، توی این 47 ساله فهمیدن و مردم دیگه هرگز به زمان شاه بر نمیگردن. برای اینکه زمان شاه، شما که اون موقع نبودی، من بودم، زمان شاه آخوند ارج و قرب داشت. حتی در بین افرادی که غیر مذهبی بودن، مثلا گفتن آقا شریعت مداری اینو گفته. مثلا الان شما برو بگو آقا شریعت مداری اینو گفته، یکی میزنن تو سرت. اصلا آقا دیگه به اینا نمیگن. بله. اصلا شما نمیدونید اینا چه احترامی بین مردمشه. حالا من دیگه در زمان قاجارش رو براتون توضیح نمیدم که وقتی که میرن آیت الله نمیدم کیک میره فتح علی شاه رو واسه جنگ راضی کنه، این خاک این نعلینش رو برمی داشتن میریختن تو کیسه میبردن میریزدن به چشای نوزاداشون. بعد وقتا حتما همه کور میشدن. بعد
چرا؟ چون میگفتن متبرکه. امروز کی دیگه میاد اینا رو اینجوری نگاه میکنه؟ امروز فقط مردم عمامه اینا رو میندازن. اون روزی که این دختر بچه‌ها دنبال آخوندا میدویدن، عمامه‌ها رو مینداختن هوا، گفتم این یه انقلاب به وجود اومده، انقلاب فرهنگی. این کشوری که مردم میگن نمیدونم کدوم آیت الله آقا فلان، حجت الاسلام فلان، حالا من اینا اسمشون یادم میره، رفته بوده توی حوضی وضو گرفته بوده، از نجف آمده بوده میاد تهران که بره شاه رو ببینه، شاه زمان رو ببینه، میره وضو میگیره. این مردم تهران میریزن و اون آب حوض رو در عرض 30 ثانیه خالی میکنن، ببرن بدن به مریضاشون شفا پیدا بکنه، چون آقا اون تو دست نماز گرفته بوده. شما فکر می‌کنید ما دوباره به این چیزا برمیگردیم؟ نه خیلی خوشحالم. تنها لطفی که جمهوری اسلامی کرد همین بود. شاه برمیگردی باید یادتون باشه زمان شاه میگفتن آقایون با شاه مخالفت کردن. شما فکر میکنید اگر روزی که ایران آزاد بشه، که انشالله میشه، حتما به زودی حتما میشه و یک واقعا حکومت دموکراتیک خواهد آمد، شما فکر میکنید برای کسی اهمیتی داره؟ من یقین دارم که حوزه علمی درش تخته خواهد شد، یقین دارم که این آخوندهای مفتخور باید برن یک کاری شرافتمندانه‌ای در پیش بگیرن، یه زمینی بشورن، مستراحی بشورن، کار شرافتمندانه انجام بدن. آخوندی دیگه شغل نخواهد بود. بله. کسی به عنوان آخوند، شما فکر میکنید دیگه کسی به اینا خمس و زکات میده؟ اینه که ما هرگز بر نمیگردیم به زمان شاه، هرگز. اگر مردم ما اون روز درک امروز رو داشتن که شرط ما اینجوری میشه، ولی در اگر نتوان نشست. ببینید سیاست، تاریخ، سناریوی فیلم نیست. میدونید من همش اینو میگم. آره مردم اون موقع احمق بودن، مردم اون موقع اگر اینی رو که ما زندگی کرده بودن، خب یقینا جور دیگری رفتار میکردن. این دوره باید بر ما میگذشت و امیدوارم از توش سربلند بیرون بیایم، امیدوارم از توش بیرون بیایم و اون روزی که این دوره رو گذروندیم تازه میفهمیم که اینها چه لطفی به ما کردن که تونستن اسلام رو از قلب ما بکشن بیرون، از دل ما بکشن بیرون. در ایران فردا ممکنه که یه عده هنوز اعتقادات فردیشون رو حفظ کنن، ولی دیگه اینطور نیست که کسی بیاد سینه بزنه جلو و اسلام بکنه و اینا دیگه تموم شد و این خیلی اتفاق مهمیه. قطعا بله، من کاملا موافقم. یعنی من فکر میکنم جمهوری اسلامی با تمام این فجایعی که به وجود آورد، تنها خدمتی که میتونم بهتون بگم واقعا کرد این بود که این ویروسی که به پیکره ایران افتاده بود با درد خیلی زیاد، با هزینه‌های خیلی زیاد، یکی این کمونیست و این داستان بازیای افراطی عجیب غریب، فکر کنم اونم دیگه تکلیفش روشن شد. یعنی من فکر می‌کنم مردم ایران، من همیشه گفتم ما تو ایران نه کمونیست داریم، نه سوسیالیست داریم، نه مارکسیست داریم. ما مارکسیست علی داریم، سوسیالیست علی داریم. اینا همشون ببینید مغزشون توسط شیعه فرمته شده. مثل که شما یه کامپیوتری داشته باشید، کامپیوترتون رو فرمته کردید، خب بعد داده هاشو پاک میکنید، ولی اون فرمتی رو که کردید میمونه توش، اون طبقه بندی که توش کردین رو که حذف نکردید، فقط چیزا رو از توش در آوردین، یه چیز دیگه گذاشتین، ولی اون فرمتش هنوز همون مونده. یا مثلا یه سری آقایون هستن جدیدن همه شاهپرست شدن و شاهزاده دوست شدن، ولی به حرفشون که گوش میدی میبینی اون چیزای مذهبی رو آورده بیرون، تو شاهزاده گذاشته، بله شاه گذاشته. بعد یکیشون بود، من همیشه میرم حرفاشون رو یواشکی گوش میدم از یوتیوب، میگفتش که هر کی که با شاهزاده مخالف بود بزنید، خفش کنید. همینجوری هم حرف زد، خفش کنید، حق نداره کسی. درست اون موقع هم میگفتن که با خمینی مخالف بود بزنید، خفش کنید. خمینی رو برداشتی تو شاهزاده گذاشته. بله. بعد که ساده ایم میگیم که نه اینا اومدن طرف مردم، ما باید با آغوش باز ازشون استقبال کنیم. بابا این مغزش آخوندی مونده. اگه وقتی مغزی آخوندی میمونه، مغزی که آخوندی میمونه رو شما توش هر چی بریزی پهن از توش در میاد، فرقی نمیکنه. خیلی مهمه. اینه که من با جوانها راحتم. میدونید چرا؟ چون مغزشون اسکلروزه نشده، یعنی اینجوری خشک نشده. جوون یه چیزی مثلا
تو ذهنش درست کرده، باش میشینی بحث میکنی، یا متقاعدت میکنه یا متقاعدش میکنی. و وقتی متقاعدش کردی میشینه فکر میکنه. بله. و وقتی میشینه فکر میکنه، بعد ممکنه فردا یه چیز دوباره بیاد بگه، حتی ممکنه فوشت هم بده، عصبانی هم بشه. ولی وقتی که باز میشینه فکر میکنه، امیدی هست. چرا؟ چون سلول های مغزش خشک نشدن. شما یه پیرمرد 60 ساله همسن من یا یه پیرمرد 80 ساله همسن فرج سرکوبی، امیدی دیگه به اینا نیست. امیدی دیگه. ما تو ایران هیچ وقت چپ نداشتیم. اینها در مورد مارکس و لنین اونجوری حرف می زدن که آیت الله وحید بهبهانی مثلا در مورد علی و فاطمه حرف می زد. فقط علی و فاطمه رو برداشته بودن کرده بودن مارکس اینو گفته. خب گفته باشه، به جهنم که گفته. من یه چیز دیگه میگم. مارکس اینو بر زمان خودش گفته. الان فرق کرده. مارکس هم یه آدمی بوده بر زمان. نه، مارکس اینو گفته. هنوز تا هنوزه من یه عده کمونیستای ایرانی هستن توی فرانسه، باشون که حرف میزنم میمیرم از خنده از دستشون. انور خوجه اینو گفته. خب اصلا برای من مهم نیست انور خوجه چی گفته. اصلا انور خوجه چی هست که چی گفته باشه. خب من شما از دست دادم. خب دوباره اومد. نه اوکی اومد. آره خب خانم شیرالی، الان 1 ساعت صحبت کردیم. من نیم ساعت دیگه برنامه دارم با اصغر سپهری عزیز. یه 5-6 دقیقه میخواد. آره با اصغر سپهری. منم دیگه گلوم خوش شد، مریضم. آره خیلی خوب. حالا میخوام یه جنبندی بکنیم. یه 5-6 دقیقه جنبندی کوچیک. آره جنبندی اینه که ببینید دوستانی که صدای منو میشنوید، عزیزانی که صدای منو میشنوید، سیاست علمه. سیاست سناریوی فیلم وحشتناک نوشتن نیست. سناریوی فیلم زیبا نوشتن هم نیست. سیاست علم، قوانین خودش رو داره. یا این قوانین رو میشناسید یا نمیشناسید. کسانی که این قوانین رو نمیشناسن و میان مرتب برای شما یه سری داستان تعریف میکنن، اینا شما رو بدبخت میکنن. یعنی واقعا من متاسفم که فضای ما، یا مثلا وقتی میان به شما هی میگن امیدوار نباشید زود، ناامید نشید زود. آخه باید بگی چرا نباید زود ناامید بشی، چرا نباید زود امیدوار بشی. این رو باید بهشون بگی. باید بگی به چه دلیل، چگونه به مسائل نگاه بکنید که در دام نیفتید. اینها رو باید بهشون بگید. باید بهشون کادر بدید. کادر آنالیز بدید. وقتی این کادر رو دادی به جوان خودش باهوشه، به راحتی میتونه پیدا کنه. به جوان باید کلید بدی. بهش بگی آقا جان اینا چند تا کلیده، خودت برو درا رو باز کن، بهتر از من بلدی باز کنی. وقتی این کلیدا رو دادی دستش، من تموم بکنم حرفمو. من همیشه اول سال کلاسم رو اینجوری آغاز میکنم. این رو بگم و این واقعا آخرین حرفم. خواهش میکنم. اول سال من به بچه‌ها میگم ببینید تا کلاس 5 ابتدایی معلم یه چیزی رو داره که به شاگردش یاد بده. تا زمانی که شاگرد حساب کردن و جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو یاد بگیره، تا زمانی که یک شاگرد املا نوشتن رو یاد بگیره و خوندن رو یاد بگیره، معلم یک نقش داره و نقش معلم اینه که بهش یک چیزی یاد بده. از کلاس 5 به بعد معلم دیگه اصلا نقشی نداره. نقش فقط با خود دانش آموزه و نقش فقط با خود دانشجوه. این دانشجویه که باید بره یاد بگیره. نقش ما به عنوان معلم فقط اینه که بگیم آقا شما اگه از این راه بری، باور کن این راه که تو میروی به ترکستان است. این تو رو به جایی نمیبره. میخوای بری برو. گاهی هم دانشجو به حرفت گوش نمیده، میره و یه چیزی میرسه، بعد میبینی تو اشتباه کردی. خب منظورم اینه که ما واقعا هیچ نقشی نداریم. ما فقط کارمون اینه که به شنوندمون، به دانشجومون کلید بدیم. بگیم آقا جون برای درک شرایط باید اینجوری نگاه کرد. یک مثال خیلی زیبایی داره مارسل پروست. میگه که رمان خوب رمانی نیست که برای شما داستان تعریف کنه. رمان خوب رمانیه که به شما کمک کنه شما داستانی که داره تو زندگی خودت میگذره رو درک بکنی. پروست میگه که کار رمانسیه یا رمان نویس اینه که به شما یک عینکی میده، مثل افتالمو، مثل چشم پزشکی، عینک‌های مختلف رو چشت امتحان میکنه، بعد میبینی که با یه عینک بهتر میبینی. میگه رمانسیه کسیه که به شما کمک میکنه با یک عینک
زندگی درونی خودت رو بهتر ببینی. حالا من از این الهام گرفتم و این واقعا آخرین حرفمه. کار معلم میدونید چیه؟ کار معلم اینه که به شما، کار معلم علوم سیاسی ها، دارم در مورد کار خودم با دانشجوام حرف میزنم، کار معلم علوم سیاسی این نیست که بیاد برای شما آنالیز سیاسی بکنه. من این کارو میذارم آقای مجتبی واحدی بکنه که اشتباه هم میکنه بکنه، برام مهم نیست. این کارو میذارم آقای مصداقی بکنه که اشتباه هم میکنه، مهم نیست، اصلا مهم نیست. ولی کار من به عنوان معلم علوم سیاسی این هستش که به شما یه سری عینک‌هایی رو بدم، با این عینک‌ها خودتون بتونید شرایط سیاسی رو آنالیز بکنید. یعنی اصلا من این چیز رو ندارم که بخوام من برای شما آنالیز بکنم. من به شما این کادر رو میدم، این لنز رو میدم که شما خودت بری آنالیز کنی، شما خودت بری. و من بعد وقتی من میبینم بچه‌ها رو بهشون اینجوری یاد میدی کار رو، بچه‌ها برمیگردن تازه اونها به شما یاد میدن. تازه اونها هستن که به شما یک چیزهایی رو میگن که شما ندیدی، برای اینکه اونها با لنزهای خودشون دیدن و تو از لنز تو غافل مونده. و اینجاست که رابطه بین معلم و شاگرد تازه میشه یک رابطه چی؟ برمیگردیم به اول صحبتم، منفعت مشترک. یعنی شما تدریس میکنی ولی در واقع داری از شاگردت یاد میگیری. اینه که من صحبتی که با شما اینجا دارم هدفم این نیستش که آنالیز سیاسی بدم. من هدفم اینه که کسانی که حرف منو گوش میدن خودشون برن آنالیز سیاسی بکنن و بعد برگردن من ازشون یاد بگیرم. خیلی نکته مهمی گفتین. یعنی این مردمی خواهند بود که باعث پیشرفت ایران خواهند شد، کسانی که هستن که خودشون دیارد باس، یعنی اگه اون لنز ها رو در اختیارشون بدین، کلید ها رو در اختیارشون قرار بدین که آگاهانه مسائل رو ببینن و از اون چارچوب استبدادی که جمهوری اسلامی خیلی ما رو ترین کرده، ما رو آموزش داده از بچگی که در یک چارچوب استبدادی قرار بگیریم و این مرزها رو دقت کنیم و این قیدها که همه اینا مانع از اون گذاشتن دید ما رو محدود میکنه، از اون رو بشکنیم. من فکر کنم خیلی حتی آینده خیلی به نظر روشنه برای همه. امیدوارم. آره. واقعا خوشحال میشم هر بار باهاتون صحبت میکنم خانم شیرالی. امیدوارم بیشتر تشریف بیاریم باهاتون صحبت کنم. خیلی 2 تا تاپیک دیگه داریم، روحانیت شیعه و علی شریعتی و علی شریعتی ها از لحاظ جامعه شناسی. حالا امیدوارم یه فرصتی بشه که با هم دیگه در مورد اون 2 تا هم صحبت کنم. من خودم خیلی واقعا دوست دارم باهاتون صحبت کنم. موفق باشید. به آقای سپهری هم سلام من برسونید. قربونتون برم. بزرگتون هستم. قربون شما. خداحافظ شما. بندی، حق بازی، یه چند وقتی انسان میتواند یه کاری رو پیش ببرد، ولی این کار دائمی نمیتواند باشد. چنته هر کسی که تو خالی باشد بالاخره معلوم میشه.